من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. جا زجر هست و تذکری هست برای پیامبر محبوب خدا. اون تذکر اینه که مشرکان بعضی ها از پیغمبر تقاضایی مطرح کردند. چند تا از سرداران بودند، گفتیم پیغمبر خدا خیلی دوست داشت، خیلی علاقمند بود که اونها ایمان بیاورند. سرداران قریش اونها به پیغمبر گفتند اگر میخواهی که ما بیایم نزدیک تو، ما بیایم در جلسه تو بشینیم، باید این افراد فرونمایه را، این افراد بی ارزش را از نظر اونها بی ارزش بودند، برده ها را، یتیم ها را، اینها را از اطراف طرد کنی، اینا برند برای خودشون، اینها دیگه به مجلس شما نباشند. بلال هست، صهیب هست، عمار هست، فقیر فقرا، برده ها، غلام ها، این که از خود دور کنی پیغمبر قبول نکرد. نه، اینها را ایمان دارن، بندگان خدا هستن، من نمیتونم اینها را برای همیشه طرد کنم. گفت خب پس این کار را اگر نمیتونی بکنی، حداقل این کار را بکن که هر وقتی که ما میاییم برای ما جلسه خصوصی اینا نباشن تو اون جلسه. ما شخصیت داریم، ما آدمای بزرگی هستیم، بیاییم با اینها هم مجلس بشیم، این برای ما قابل قبول نیست. آن حضرت اینجا جواب مثبت دادند و آن حضرت میخواستند که هر وقتی که اینها آمدند تا کلام خدا را گوش کنند، برای اونها یه جلسه علاهده، جلسه خصوصی با اونها پیغمبر بشیند. الله عزوجل نپذیرفت. الله تعالی دل شکستن این فقرا را تحمل نمی کنه. اینهایی که خالصتا لوجه الله هستن، برای رضای الله هستن، خود الله از اخلاصشون صحبت میکنه. یریدون وجهه، اینا اراده رضای خدا دارند، طالب رضای مولا هستند. اینها را اجازه نداری ای پیغمبر از خود طرد کنی، از خود دور کنی در هیچ جلسه ای. اگر این کار را کردی ظالمی. الله تعالی به حبیبش میگه ببینید مسئله چقدر مهم است که خدا نمیخواهد این صحابه دلشون بشکنه، اینها را پیغمبر از خود برانه. لذا الله میفرماید ولا تطرد الذين يدعون ربهم، طرد نکن آنانی را که ربشان را میخوانند، بالغدات والعشی، صبح و شام، یریدون وجهه. چرا صبح و شام خدا را صدا میزنند؟ چون آنان میخواهند رضایت الله را، آنان میخواهند فقط و فقط الله از آنها راضی بشه. صبح و شام بنویسید یعنی علی الدوام. صبح و شام کنایه از همیشگی و دوام هست. ما علیک من حسابهم من شیء
وما من حسابك عليهم من شيء. الله می فرماید نیست بر تو حساب آنان چیزی و نیست از حسابت بر آنان چیزی. نه حساب اونها بر تو است نه حساب تو بر اونها است. یعنی چه؟ دو تفسیر اینجا گفتند. یعنی حساب این صحابه، این فقرا، جزای اونها، پاداش اونها، رزق اونها بر تو نیست. تو چرا اونها رو میخواید از جلسه بیرون کنی؟ و مال تو هم بر اونها نیست. این قرطبی نوشته ای جزاؤهم و رزقهم علی الله. پاداش اونها، رزق اونها بر خداست. و جزاؤک و رزقک علی الله لا غیره. و جزا و رزق تو هم ای پیغمبر بر خداست نه بر کسی دیگه. رزق تو به دست ابو جهل نیست، به دست عتبه و شیبه نیست که اونها را راضی کنی. یک تفسیر اینه، معنی این هست. تفسیر دوم اینه که ضمیر هم جزا ما علیک من حسابهم، این ضمیر هم در حسابهم به سوی مشرکین کفار است. یعنی ای پیغمبر تو تبلیغت را بکن، اونا خواسته خصوصی دارن قبول نکن، تو پیام من را به اونها برسان، دیگه حساب اونها بر تو نیست. یعنی اگر ایمان بیارند نیارند این به شما هیچ سوالی هیچ مسئولیتی متوجه نمیشه. لذا فقیر فقرا را طرد نکن، اینها را سر جایشون بذار و از مشرکین هم هیچ حسابی بر شما نیست. نگران نباش اگر ایمان نیاوردند. لذا الله می فرماید ما علیک من حسابهم من شیء، نیست بر شما از حساب آنان چیزی. و ما من حسابک علیهم من شیء، و نه حساب شما بر آنان. فتطردهم، اگر طرد کردی، فتکون من الظالمین، از ظالمان میشی، از ستمکاران میشی. و کذالک فتنا بعضهم ببعض، این کاف لبیان الکمال است. الله می فرماید از کمال ماست که ما بعضی را برای بعضی دیگه امتحان قرار دادیم. ببین خدا یکی را از من و شما غنی قرار داده، یکی را فقیر قرار داده. این امتحان است، امتحان الهی است، تا که اونی که دارد بگه اینها کسانی هستند که خدا بر ما از بین اینها بر ما منت گذاشته، به ما داده. فتنا بعضهم ببعض لیقولوا، تا که بگویند اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، اینها هستند که خدا بر اینها منت گذاشته، احسان کرده از بین ما. یعنی به اینها دین اسلام داده، به ما نداده. به تمسخر یا به صورت حسد. اینجا علامه آلوسی می فرماید که الاغنیاء كانوا یحسدون فقراء الصحابه، سرمایه‌داران سرداران با فقراء صحابه حسد می کردند رضی الله عنهم. چرا؟ علی کونهم سابقین فی الاسلام، چون که صحابه در اسلام از اونها سبقت و پیشی گرفته بودند. و مسارعین الی قبوله، قبل از اونها سرعت کرده بودند و قبول کرده بودند اسلام را، اونها عقب مونده بودند. لذا الان اونها در ضد و حسد گفتن اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، آیا خداوند بر اینها منت گذاشته از میان ما؟ الله می فرماید الیس الله باعلم بالشاکرین. جواب رد چرا نه؟ مگر خداوند عالمتر نیست به شاکرین؟ اینا بندگان شاکر خدا هستند، اینها سپاسگزار بودند، اینها ایمان آوردن، خدای عزوجل بر اونها منت گذاشت. بله. و اذا جاءك الذين يؤمنون، الان بشارت صحابه، ببین دل صحابه اونجا قطعا شکست. وقتی که پیغمبر میخواست در زمان جلسه سرداران اینها نباشند، چه حالتی دلشون داشت؟ شکست، ناراحت شد.
الله تعالی اولا به پیغمبر خودش تذکر داد، بعدا بشارتی میده که چقدر دلشون خوش شد. الله می فرماید و اذا جاءك الذين يؤمنون بآیاتنا، هرگامی آیم پیش شما کسانی که ایمان آوردن به آیات ما، فقل سلام علیکم. ابتدا الله به پیغمبرش میگه به اونها سلام بگو، فقل سلام علیکم، بگو سلام بر شما. دوم به اونها بشارت بده، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. ای صحابه اگر مشرکی شما را تحقیر میکنند، اگر آنها شما را قبول ندارند، ولی الله شما را قبول دارد، خدا بر خودش رحمت نوشته به نسبت شما، یعنی خدای عزوجل بر خود قرار داده تفضلا که شما را مورد رحم قرار بده، مورد عنایات خاص قرار بده. اما با این شرط، این جمله مفصل است، انه من عمل منکم، شرطش اینه، بیان رحمت اینه، همانا شان این است که من عمل منکم سوءا بجهاله، هر کسی از شما عمل سوئی انجام بده، عمل بدی انجام بده، ثم تاب من بعده و اصلا، سپس توبه بکند بعد از آن، از گذشته نسبت به گذشته توبه بکند، و اصلح و نسبت به آینده اصلاح بشه. شرط توبه همینه، ما نسبت به گذشته نادم باشیم، دیگه در آینده گناه را نکنیم. الله می فرماید فانه غفور رحیم، همانا آن ذات بخشاینده و مهربان است. و كذلك نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. الله تعالی می فرماید ما آیات را اینگونه مفصل با توضیح بیان میکنیم و نتیجه آیات چی میشه؟ ولتستبین سبیل المجرمین، تا که روشن بشه راه مجرمان. یعنی راه مجرمان چی هست؟ انکار، ضد، عناد، راه اونها هم روشن بشه. خب بعد از اینکه الله تعالی در رابطه با بندگان مخلص خودش بیان فرمود که اینها را طرد نکن و به اینها سلام بگو و به اینها اعلام کن که الله تعالی بر اونها رحمت کرده، حال دلیل وحی هست. در این دلیل وحی که خلاصش اینه، ای پیغمبر تو اعلام کن که من هرچی که نهی میکنم امر میکنم بنابر دستور خدای عزوجل هست، وحی به من شده. قل انی نهیت ان اعبد الذین، بگو من نهی شدم از اینکه عبادت کنم کسانی را که شما میخوانی بغیر از الله. یعنی این اعلام مقاطعه هست در واقع، یعنی من خدا گفته دیگه با شما قطع کنم، من هیچگاه معبودان شما را عبادت نمی کنم. قل لا اتبع اهواءکم، بگو حتی من از خواهشات شما هرچی دلشون بخواد پیروی نمی کنم. اگر این کار را بکنم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین، من گمراه می شوم و بعد هدایت نمی گردم. قل انی علی بینة من ربی و کذبتم به، ای پیغمبر به آنان اعلام کن که من بر بینه هستم، بر دلیل کامل هستم از جانب ربم، اما و کذبتم به، شما آن را تکذیب کردید، بنویسی بلا دلیل. اما اینکه عذاب میخواهید، من دستم عذاب نیست. ما عندی ما تستعجلون به، نیست نزد من آنچه که شما عجله میکنید. عذاب دست من نیست، دست کیه؟ ان الحکم الا لله، حکم و فیصله نیست مگر فقط برای الله است. یقص الحق، الله حق را بیان میکند، و هو خیر الفاصلین، اون بهترین فیصله کنندگان است. بهترین فیصله کننده خود خداست، به وقت فیصله می کند. و اگر به دست من بود من فیصله کرده بودم. انسان زود تصمیم میگیره،
وقتی که دشمن او را به خشم بیارد فوراً تارمالش میکنه. قل لو ان عندي ما تستعجلون به، اعلام بفرما که اگر نزد من بود آن عذابی که شما عجله میکنید به آن، اگر اون عذاب به دست من بود لقضی الامر بینی و بینکم، بین من و بین شما امر فیصله شده بود، تمام شده بود. اما به دست الله است. کی هست؟ پس کی هست؟ حداقل وقتش را بگو. اگر عذاب به دست تو نیست زمانش را بگو. والله اعلم بالظالمین، الله بهتر میداند به ظالمین، یعنی وقت عذاب ظالمین رب اون هم من نمیدانم، اون هم به دست من نیست. این الان در ادامه جواب همین سوال است. و این دو مفاتیح الغیب که اگر شما عذاب نمیارید حداقل به ما تاریخ عذاب را بیان کنید. الله جواب میده، پیغمبرش میگه به اونها اعلام کن و عنده مفاتیح الغیب، فقط و فقط نزد او هست کلیدهای غیب. تمام کلیدهای غیب یعنی خزائن غیب، منظور تمام خزائن غیب نزد الله است. لا یعلمها الا هو، قاعده کلی این است، هیچ کس بغیر از او نمیداند. او علمش به جزئیات و به کلیات است، همه چیز را میداند. و یعلم ما فی البر والبحر، الله میداند آنچه که در خشکی و در دریاست، هر اتفاقی میافتد الله میداند. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمیافتد مگر الله میداند. ولا حبة فی ظلمات الارض، هیچ دانه هیچ حبه در اعماق زمین، در تاریکی های زمین نیست مگر الله میداند. ولا رطب، و هیچ تری نیست، ولا یابس، هیچ خشکی نیست، الا فی کتاب مبین، مگر همه اینها در لوح محفوظ هستند. منظور اینه که خرد و کلان، کوچک و بزرگ، علمش پیش خداست. پس قیامت که از اتفاقات بزرگ است هم علمش فقط پیش خداست. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. اینجا قدرتی بیان میشه که در این قدرت امکان وقوع قیامت ذکر شده. الله اون ذاتی است که یتوفاکم باللیل، شبها شما را کامل میگیرد، روح شما را میگیرد. و یعلم ما جرحتم، توفی همون گرفتن روح است، یعنی خواب رفتن. و میداند آنچه که شما کسب میکنید، جرحتم یعنی کسبتم، بالنهار در روز. الله کسب شما را، کار شما را در روز میداند. ثم یبعثکم فیه لیقضى اجل مسمى، وقتی همه را خدا میداند یک روزی برای فیصله شما را بلند میکند، مبعوث میکند. سپس شما را مبعوث میکند در آن روز تا که فیصله بشه بر مدت معینی. ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. وقوع قیامت را الله میفرماید سپس به سوی اوست مرجع شما، شما را او بر میگرداند، در قیامت زنده میکند. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اینم حساب و کتاب. سپس الله شما را خبر میده آنچه که عمل میکردید. بس ببینیم همه چیز به دست الله است. الله هم اعلام کرده که روزی اون موعد فرا میرسد. اون موعد که فرا برسد شما را از قبر مبعوث می کند، حشر می کند، بیدار و بلند می کند. سپس شما به سوی او میرید، رجوع می کنید. از همه اعمال شما به شما خبر میده چی کردید در دنیا، هم خوبش هم بدش.
پس بهتر اینه که انسان باور کند و آمادگی برای اون روز داشته باشد. در اینجا تخویف هست که ببینید هیچ چیز، جزئیات را الله بیان فرموده، هیچ چیزی از قلم ما نمیفته، هیچ حرکتی، هیچ عملی نیست که رسول ما ننویسند، حفظه ما ننویسند. پس شما آماده باشید. این تخویف اخروی هست و بیان قدرت خدا هم است. و هو القاهر فوق عباده، اون ذات مسلط هست، غالب است بر بندگانش. و یرسل علیکم حفظا، و می فرست بر شما حفظه ای که اعمال شما را و جان شما را حفاظت می کنند. فرشتگان مخصوصی هستند، هم اعمال شما را حفاظت یعنی حفظ می کنند، می نویسند، ثبت و ضبط می کنند. حتی اذا جاء احدکم الموت، حتی وقتی که می آید پیش یکی از شما مرگ، یعنی وقتی مرگش فرا می رسد، توفته رسولنا، او را وفات میدند، او را میگیرند پیامبران ما، فرستادگان ما. و هم لا یفرطون، آنها کوتاهی نمی کنند. پس معلوم شد که فرشتگان موت زیاد هستند. قبلا هم این آیه را یکی دو روز پیش خواندیم. یک فرشته نیست، ملک الموت زیادن. توفته رسولنا، هر یکی را خدا برای یک انسانی تعیین کرده، هر گروهی را برای انسانهایی. خدا میدونه ترتیب اینها، نظم کار اینها چی است. لذا اگر در آن واحد هزاران مردم در هزاران نقطه این زمین میمیرند، برای همه فرشته هست، برای هر یکی جداگانه مأمور تعیین شده هست. بعد از اینکه فرشته بمیرانند کجا میریم؟ ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، سپس برگردانده می شوند همه به سوی الله، آن اللهی که مولای حقشان هست. الا له الحکم، آگاه باش، فقط و فقط حکم و اختیار مال اوست. و هو اسرع الحاسبین، این هر یکی میتونه جواب سوالی هم باشه، روی هر یکی فکر کنید. این همه بندگان از آدم تا آخرین انسان، میلیارد انسان، اینا چطور پرسش و پاسخشون میشه، چطور کارشون تمام میشه؟ و هو اسرع الحاسبین، نزدیکترین سریعترین حسابگر و حسابرس است. الله زود حساب میگیرد. به چه صورت الله بهتر میداند. در روایت ها میاد خدای تعالی حساب همه خلائق را در نصف روز تمام میکند. لذا کار الله است. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، از اینجا به بعد ابتدا دلائل توحید عقلی اعترافی شروع میشه و بعد از آن الله تعالی تخویف دنیوی بیان میفرماید. الله میفرماید قل من ینجیکم، اعلام کن چه کسی شما را نجات میده، من ظلمات البر والبحر، از تاریکی های دریا و خشکی، از تاریکی های خشکی و دریا. همیشه گاهی شما در مصیبتی در جنگل مواجه میشید، گاهی در دریا مواجه میشید. کیش که شما را نجات بده؟ تدعونه تضرعا و خفیا، شما او را میخوانید در حالی که تضرع میکنید، یعنی با تضرع و خفیتا. قبلا خواندیم آداب دعا، یکی از آداب دعا اینه در دعا دو چیز را رعایت کنید، یکی دعایتون تضرع داشته باشه، یکی خفیه باشد. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر ما را از این نجات بدی ما حتما از شاکرین میشیم، از سپاسگزاران.
یا الشاکرین الموحدین، چون توحید شکره. ما از موحدین میشیم. کی نجات میده؟ جواب را خود خدا میفرماید قل الله ینجیکم منها و من کل کرب. اعلام بفرما که الله نجات میده شما را منها از آن مصیبت و من کل منها از شدائد و من کل کرب از هر مصیبت، از اون شدت، از اون مصیبت و از هر مصیبت دیگه الله نجات میده. ثم انتم تشركون، اما شما بعد از نجات یافتن شما شریک میگیرید برای خدا. الان خداوند تخویف بیان میفرماید شما هنوز ادامه بدید به شرک، پس ببینید که خدا میتونه شما را عذاب بده. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اعلام بفرما که اون ذات قادر هست، اون ذات توانا هست على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اینکه بفرستد بر شما عذابی از بالای سر، او من تحت ارجلكم، یا از زیر پا. خدا میتونه از بالای سر عذاب بیاره، از زیر پا هم عذاب بیاره. ببین عذاب بالای سر چیه؟ یکی طوفان هست، باد شدید هست، سنگ باران هست، یا اینکه قطع باران هست. بالای سر یکی از عذابها اینه که خدا باران را قطع میکند. او من تحت ارجلکم، از پایین زلزله هست، خسف و فرو رفتن در زمین هست، یا اینکه سیل و غرق هست. اینها همه عذابهای پایین هستند. او یلبسکم شیعا، یا اینکه شما را گروه کند و یذیق بعضکم بأس بعض، بچشاند بعضی از شما عذاب بعضی را، یعنی بر یکدیگر را عذاب بدید، یکدیگر را شکنجه بدید، یکدیگر را تار و مار بکنید، بکشید، گروه بشید. در حدیث شریف آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم از خداوند سه چیز خواستند. این آیه سه چیز بیان کرده. سه چیز از خدا خواستند، الله دو تا را اجابت کرد، یکی را نه. اون سه چیز اینه که خدای عذاب همگانی از آسمان بر امت من نیاید، یعنی از آسمان چنان عذابی بیاید فیصله بشه که این امت هلاک بشه، نابود بشه، چنین عذابی نباشد. و همچنین عذابی که از زیر پا باشد، از زمین باشد، چنانچه اقوام گذشته داشتند. زلزله بود، سیل بود، طوفان بود، قحط بود، چنان بر امت من نیاید، بر همه امت یک باره. اینم پذیرفته شد. سوم اینا خواستن که اینا با هم درگیر نشن، او یذیق بعضکم بأس بعض، تو سر هم دیگه بزنند، هم دیگه را بکشند. این پذیرفته نشد. الله این را برای امتحان در دنیا گذاشته که متاسفانه امت دسته دسته از هم دیگر را از بین میبرد. بله، یک تفسیرش همینه، اما یه تفسیر از ابن عباس هم هست که این هم میتونه مصداق باشه. اون تفسیر اینه که علیکم عذابا من فوقکم، ایشون میفرمند من فوق کنایه از حاکمان جور هست، از پادشاه ستمگر است. یعنی خدا از بالای سر شما را عذاب میده، بر شما مسلط میکند چنان پادشاهی، چنان حاکمی، چنان رئیسی که شما را عذاب بده، شما را اذیت کنه، شما را شکنجه بده، عرصه را بر شما تنگ بکنه. گاهی انسان ها از دست این پادشاهان چی میکشند؟ اینا عذاب خدا. او من تحت ارجلکم، از زیر پا، این اشاره به زیر دستان است، اونایی که شما حاکمشون هستی و اونا زیر دست شما هستند.
چه کارگر شما، چه کارمند شما، چه خادم شما، چه بچه و فرزند و اولاد شما، چه زن شما، اونا را خدا نافرمانت میکنه. به هر چی میگه هیچ که از تو حرف شنوی نداره. لذا او من تحت ارجلکم این هست. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. ببین ای محمد ما چگونه آیات را میگردانیم شاید بفهمند، شاید درک بکنند، اما اینها درک نمی کنند، تکذیب کردند. و کذب به قومک و هو الحق. این عذاب را یا این قرآن را قوم تو تکذیب کرد در حالی که این قرآن حق است. قل لست علیکم بوکیل. پس تو اعلام کن، نفی مختار کل، من بر شما وکیل نیستم، یعنی من کارساز و ضامن شما نیستم، شما که قرآن انکار کردید. لکل نبأ مستقر. هر خبری مستقری دارد، یعنی وقت قرار. بنویسید در علم الهی، در علم الهی قرارگاهی دارد. و سوف تعلمون. ان قریب شما میدانید. این اشاره به تخویف اخروی هست. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا. اینجا زجر و توبیخ هست و همچنین آداب تعلیم یا آداب معلم و مبلغ. ببینید گاهی شما مجبور میشید که در میان جلسات اهل کفر، اهل شرک، اهل بدعت برید. خدای تعالی می فرماید وقتی که شما در جلسات اونها رفتید، شرکت کردید و دیدید که در بحثی هستند بر علیه اسلام، بر علیه مسلمانان، بر علیه توحید، بر علیه خدا، شما با اونها ننشینید، با اونها از جلسه اونها ترک کنید جلسه را. ها اگر بحث دیگری شروع کردن بشینید. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا. وقتی که دیدی شما کسانی را که در آیات ما وارد می شوند، در آیات ما دخالت می کنند، فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. از آنان اعراض کن، از آنان رویگردانی کن تا اینکه اونا وارد بحث دیگه بشند، حدیث دیگه. و اما ینسینک الشیطان. اگر شیطان شما را فراموش داد، یعنی فراموش کردی، نشستی بعدا متوجه شدی اینا دارن بر علیه دین صحبت میکنند، بعد از تذکر دیگه نشین. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. بعد از ذکر، بعد از یاد آمدن است، یا تفسیر بهتر بعد از ذکر یعنی بعد از پند و اندرز است. یعنی وقتی میبینی که صحبتهایشان صحبتهای خوبی نیست، شما پند خودت را بده و بلند شو. بعد از ذکر یعنی بعد از نصیحت و تبلیغ، یا اینکه بعد از ذکر، بعد از یاد الله و بلاغ دستور خداوند دیگه ننشین با قوم ظالم. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولكن ذکر لعلهم یتقون. الله تعالی می فرماید نیست بر کسانی که یتقون، ای یتقون الشرک، یتقون المعاصی، منظور صحابه کرام، اونهایی که از معاصی اجتناب میکنن، من حسابهم من شیء، از حسابشان هیچ چیزی، یعنی حسابشون بر اونها نیست. ولكن ذکر لعلهم یتقون. اما پند و اندرزی به اونها بده تا شاید اونها بترسند. یعنی اونها با اصحاب و با یاران، با متقیان چی کار دارند؟ حساب اینها بر گردن اونها نیست، نان اینها بر اونها نیست. و ذر الذین اتخذوا دینهم. بازم زجر هست که اینهایی که دین را لهو و لعب گرفتن، دین را بازیچه گرفتن، ترک کن اینها را، رها کن. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. الله می فرماید که بگذار کسانی را که گرفتن دینشان را
لعب و لهو. لعب و لهو یعنی دین را بازیچه. خیلی از ادیان را شما میبینید که دینشان بازیچه هست، هرچی که دلشون میخواد. تو دین اینها موسیقی هست، تو دین اینها رقص هست، تو دین اینها لهو و لعب هست، هرچی بخواند حلال میکنند، هرچی بخواند حرام میکنند. این بازیچه دیگه. دین بالخصوص خرافاتی اگر باشه، بدعت باشه تو دین، یعنی هرچی که ملا بخواد جز دین قرار بده، هر چیزی را که بخواد از دین خارج بکنه، این شد بازیچه نفس، هوای نفس. امام رازی نوشته اتخذوا ما هو لعب و لهو من عبادت الاصنام و غیرها دینا لهم. لهو و لعب مثل عبادت بتها این دینشون شده. و می فرماید که الثالث ان الكفار كانوا يحكمون في دين الله بمجرد التشهي والتمني. در دین خدا کفار چیکار میکردن؟ ببین همین خرافات از خود درست کردن، نگاه میکردند چیزی که میل خودشان بود، طبق تمنای خودشان بود، مثل تحریم السوائب. شما خواندید سوائب را، صائبه و غیره را اونها حرام میکردند. خب خدا حرام نکرده، اونها به دل خود حرام میکردند. فعبر الله عنهم بانهم اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. این خدا تعبیر میکنه، میگه دین را بازیچه و دین را لهوی قرار دادند. و غرتهم الحیات الدنیا، آنان را فریب داد حیات دنیا، زندگی دنیا. این علت است. و ذکر به ان تبصر نفس بما کسبت. اما فریضه پیامبر، ای پیامبر من تو تذکر بده، ان تبصر نفس. ان تبصر مقدر است، مضافش ای کراهت ان تبصر. تبصر یعنی گرفتار شدن، یا تحبس حبس شدن، یعنی بترسان آنها را، تذکر بده کراهت ان تبصر، از کراهت و از بدی اینکه گرفتار بشه نفسی به آنچه که کسب کرده. یعنی تا اینکه گرفتار نشه به اعمال شرکیش، شما تذکر بده، تبلیغ کن تا اینکه نفس نجات پیدا بکنه. بعضی گفتن کراهت ان تبصر هست، بعضی گفتن که لئلا تبصر، تا اینکه گرفتار نشه هیچ نفسی به آنچه که کسب کرده، یعنی به شرکش گرفتار نشه، از شرک برهد، نجات بیابد. چون که وقتی که این نفس گرفتار شد راه نجاتی نیست. از اسباب نجاتی که در دنیا هست، پارتی و پارتی بازی، رشوه، از اینها اونجا خبری نیست. لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. نیست برای آن نفس بغیر از الله هیچ حامی و هیچ شفاعت کننده ای. یعنی پارتی نیست در دنیا، یا پارتی یا پول، هر دو نیست. اون نفی پارتی بود، این نفی پول. و ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها. اگر شما رشوه بدی، هر رشوه گرفته نمیشه از آن. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا. این افراد گرفتار شدن به آنچه که کسب کردن، گرفتار عملکرد سوءشان شدن. لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما كانوا یکفرون. برای اونها شراب هست از آب جوش و عذاب دردناک هست به سبب کفرشان، به سبب آنچه که اونها کفر کردند و انکار کردند. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. در این قسمت الله تعالی
میفرماید که کسی که غیر از خدای تعالی را دیگران را عبادت کند، دیگران را پرستش بکند، نتیجه و عاقبتش چی خواهد شد؟ قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. این استبعاد اول هست، یعنی این چیز بعید هست، بدور از انصاف است. اینکه آیا ما بخوانیم بغیر از الله ما لا ینفعنا، اون خدایانی، اون معبودانی که هیچ نفعی برای ما ندارد خواندن اونها، ولا یضرنا، و هیچ ضرری برای ما ندارد ترک عبادت اونها، نخواندن اونها. و نرد علی اعقابنا، و ما با این کار آیا برگردیم به پشت پا؟ ای نرجع الی الشرک، جلالین. آیا شما میخواهید که ما به شرک برگردیم؟ بعد اذ هدانا الله، بعد از این که ما را خدا هدایت کرد، توحید را به ما داد، بعد از این برگردیم؟ کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران. مثال این انسان مثل اون کسی میماند که استهوته الشیاطین، شیاطین او را دیوانه کردند، فی الارض حیران، در زمین سرگردان است. بعضی وقتا انسانهایی هستند که دچار شیطان زدگی و جن زدگی می شوند و اونها یه جای افتادند، از خود بی خود، از خود بی خبر، هر که صدایشون بکنه حتی نمی فهمند من دارن صدا می کنند. لذا این کسی که جن زدگی و شیطان زدگی دارد، رفقاش را صدا میکنن فلان بیا به طرف ما، این نمیدونه، متوجه نیست. لذا کسی که به شرک برگردد مثل همون دیوانه میماند که پیغمبر خدا، داعی توحید، داعی حق، او را صدا میکند بیا به سوی توحید، بیا به سوی حق، اصلا متوجه نیست اینا چی میگند. لذا الله می فرماید له اصحاب یدعونه الی الهدى ائتنا، برای اون کسی که دیوانه شده یاران و دوستانی هست که میخوانند او را به سوی هدایت که بیا به سوی ما، اما اون متوجه نیست، نمیره. قل ان هدى الله هو الهدى، اعلام بفرما همانا هدایت الهی اوس هدایت حقیقی، یعنی مذهب توحیدی. و امرنا لنسلم لرب العالمین، ما دستور داریم، ما امر شدیم که در مقابل رب العالمین تسلیم بشیم، و همچنین دستور داده شدیم که ان اقیموا الصلاة، نماز را برپا بدارید، واتقوا، و از خدا بترسید، از شرک بترسید. و هو الذی الیه تحشرون، این علت است. چرا از خدا بترس؟ چون که الله اون ذاتی هست که الیه تحشرون، به سوی او شما همه جمع می شوید، حشر می شوید. و باز دلیل دیگری بر اثبات توحید، و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را برای اظهار حق، بالحق للحق، بخاطر اظهار حق. و یوم یقول کن فیکون، روزی که اون رب دستور بده کن، هر چیز را دستور بده که به وجود بیاد، فیکون به وجود میاد. قوله الحق، قول اون پروردگار حق است، هر چی که او وعده میکند اون وعدهش حق است. وله الملک، پادشاهی اختیارات هم مال اوست. یوم ینفخ فی الصور، وله الملک یوم ینفخ فی الصور، یعنی مالک یوم الدین، روزی که در صور دمیده میشه مالکیت، پادشاهی، اختیار مال اوست. عالم الغیب و الشهاده، اون ذات داننده
غیب و شهادت است، اون چیزی که غایب است از چشمها، اون چیزی که ما میبینیم. و هو الحکیم الخبیر، و اون ذات از هر چیز بر هر چیز خبر دارد و در هر کارش حکمت است. الحکیم فی امره و قضائه، در امر و قضا و فیصله‌ای که میکند حکمت را در نظر دارد و از هر خبر دارد، از هر مسئله اطلاع دارد. این صفات خدا هستند. این صفات مقتضی اینند، بیانگر اینند که انسان عابد، انسان عبادت گزار فقط خدا را عبادت کند، چون این صفات را کسی دیگه ندارد که از احوال من خبر داشته باشد و بر همه اعمال من بینا باشد. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، اینجا دلیل نقلی از ابراهیم علیه السلام. ببینید همین دعوت توحید و همین دعوت به سوی یکتاپرستی و رد شرک که قرآن مطرح می کند، ابراهیم همین رو مطرح کرد. اگر هر کس از شما ابراهیمی هست، چه قریش مکه که ادعا می کردن، چه یهود، چه نصارا، بیاید بر مسیر ابراهیم. ببینید ابراهیم توحید را تبلیغ کرد. وقتی که گفت ابراهیم به پدرش آزر، به پدرش آزر، آزر بعضی میگوین نام پدر ابراهیم بود، بعضی میگوین نه، آزر لقب پدر ابراهیم بود. اصل آزر اسم صنم، تو تمام لغت ها نوشته آزر نام یک بتی بود، نام یک بتی بود، اما چون سازنده اون بت، فروشنده اون بت، یا به تعبیر امروزی صاحب امتیاز اون آزر بود، کل اون به دست این بود، هم می ساخت هم می فروخت، لذا این را به نام اون بت تبرکان ملقب کردند. بعضی اینجا مضاف مقدر کردند، آزر ای عابد و آزر، عبادت کننده آزر، آزر را عبادت می کرد. بعضی گفتن که به هر حال این لقبش بود، اسمش طارح هست، اسم پدر ابراهیم طارح هست. بعضی دیگه معتقدند که آزر پدرش نبود، آزر عمویش بود. عمو را در قرآن مجازاً پدر گفته. چرا عمو؟ میخواهند یک مسئله را ثابت کنند. اون مسئله اینه که ما انشاءالله در سوره شعراء میخوانیم که و تقلبک فی الساجدین. اصلش اینه که یک گروهی معتقد است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اصلا در نسلش، در پشتش هیچ مشرکی وجود ندارد، نه پدر پیغمبر، نه جد پیغمبر، نه جد بالاتر، همه اینها اهل توحید بودند. تا آخر نسل پیغمبر هیچ شرک نبوده. خب اونها را وقتی سوال میکنیم میگیم که خب نسل پیغمبر هیچ مشرکی وجود نداشته، خب پدر و جد و اینها را خدا بهتر میدوند، در قرآن و سنت چیزی نیامده، سکوت. اما وقتی که به ابراهیم میرسیم، خب پیغمبر از اولاد ابراهیم است، فرزند اسماعیل، اسماعیل فرزند ابراهیم، ابراهیم فرزند آزر. پس ببین در نسلش مشرکی آمد، همین آزر خودش به تصریح قرآن مشرکه. اینجا اینا توجیه میکنند، میگویند که پدرش نبوده، پدرش طارح بوده، آزر عمویش هست. به چه دلیل؟ چرا این کار را میخوان بکنند؟ اون آیه و تقلبک فی الساجدین، یعنی گشتن تو ای پیغمبر در میان ساجدین و قرار گرفتن تو در میان ساجدین
اونها میگن قرار گرفتن تو در میان ساجدین، ساجدین یعنی موحدین، تو یه پیغمبر در میان اونها یعنی در نسل اونها قرار گرفتی، نسل تو، آبا و اجداد تو همه موحد، همه ساجد. خب این آیه را نیازی نیست به این صورت تفسیر بکنیم. این تفسیر راجح و تفسیر درستی نیست که بگیم نسل تو همه ساجدین، بلکه قرار گرفتن تو در میان ساجدین، منظور از ساجدین صحابه هستند. منظور از سجده نماز شب و نماز تهجد است که رسول الله صلی الله علیه وسلم شب به مسجد النبی می رفت، همه در حال قیام و رکوع و سجده و قیام اللیل بودند. رسول الله هم می رفت و صحابه را می دید، تماشا می کرد، لذت می برد، نماز می خواند، خودش هم نماز تهجد می خواند. اون صحنه را الله تعالی فرموده و تقلبک فی الساجدین، قرار گرفتن و گشتن شما در میان ساجدین. پس لازم نیست که ما اصلا ثابت کنیم که جد پیغمبر هیچ کسی مشرک نبوده. آزر پدر ابراهیم از قرآن میگه ابی، پدر. ما چه زمانی به طرف معنای مجازی می رویم؟ شما این اصل را خواندید، زمانی که عمل کردن به معنای حقیقی ممکن نباشد، مشکل باشد. الان اینجا ابیه معنای حقیقی، معنای پدر گرفتن چه مشکلی دارد؟ مشکلی ندارد. چه نیازی هست ما به طرف معنای مجازی بریم بگیم مراد از ابیه اینجا عمو هست؟ نخیر. آزر چه نامش هست چه لقبش هست، پدر ابراهیم از قرآن میگه. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ابراهیم به پدرش آزر گفت ای پدر، آیا تو بت‌ها را به عنوان معبود گرفتی؟ انی اراک و قومک، من تو را و قومت را میبینم فی ضلال مبین، در گمراهی آشکار هستی. به هر حال ابراهیم دعوت داد. دعوت ابراهیم را میخوانیم انشاءالله در سوره مبارکه مریم. یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لما تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك. اما وقتی که میخواست پدر را و قوم را بفهماند، تفهیم کند ابراهیم علیه السلام چگونه از دلیل اونها استفاده کرد، از عقاید اونها استفاده کرد در رد اونها. چطور؟ اولا و کذالک کاف لبیان الکمال است، یعنی از کمال ما هست. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. الله می فرماید که از کمال هست که ما نشان دادیم یا نشان می دهیم به ابراهیم عجائب آسمان ها و زمین را. ولیکون من الموقنین، لام لام عاقبت است. عاقبت این میشه که اون از یقین کنندگان است. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا. الله می فرماید وقتی که شب پوشش داد، یعنی هوا تاریک شد، ابتدا ابراهیم یک ستاره دید. قال هذا ربی، این رب من هست. فلما افل، زمانی که آن ستاره افول کرد، غروب کرد، قال لا احب الافلین، من دوست ندارم غروب کنندگان را. اون خدایی که بیاد و بره، لذا اون خدا نمیتونه خدا باشه. ببینید ابراهیم علیه السلام به عنوان مناظر و به عنوان اینکه قوم را تفهیم بکند اینها را گفت. این نیست که العیاذ بالله بگیم ابراهیم اول نمیدانست، بعضی میگن دنبال خدا میگشت، هر چی را میدید میگه خدای من، آخر به خدا رسید. نه، قبل از این شما خواندید که ما به ابراهیم عجایب آسمان ها و زمین را نشان دادیم. ابراهیم یقینش از قبل ایمانش کامل بود. اینها را به عنوان مناظره با قوم
و تفهیم قوم ابراهیم بر اساس دیدگاه اونها داره صحبت میکنه و استدلال میگیرد. فلما رأى القمر بازغا، زمانی دید ماه را که بازغا یعنی طالعا طلوع کرده، ماه در آمده، قال هذا ربی، این رب من است. فلما افل، وقتی که اونم افول کرد، اونم غروب کرد، قال لئن لم يهدني ربي، اگر رب من مرا هدایت نمی کرد، لأكونن من القوم الضالین، منم از گمراهان می شدم. الضالین عن سبیل الهدى، اونی که از راه هدایت گمراه شده. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. سومی، وقتی که خورشید را دید گفت این رب من است، این بزرگتر است. فلما افلت، زمانی که این هم غروب کرد، خورشید رفت ناپدید شد، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. قوم را میخواست متوجه کنه که اینا مظهر قدرت خدا هستند. خدا در غیب هست، لذا شما اینهایی که افول و غروب میکنند، اینهایی که محتاج هستند برای غروب خودشان، برای طلوع خودشان، از اینها استمداد نکنید. من از شرک شما بیزارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، همانا من متوجه کردم چهره‌ام را، ذاتم را برای آن ذاتی که خلق فرمود، آفرید آسمان ها و زمین را، در حالی که حنیفا یکسو هستم. و ما انا من المشرکین، معنی حنیف گفتیم یعنی و ما انا من المشرکین. هر جا شما حنیف را میخوانید و ما کان من المشرکین ولم یک من المشرکین و ما انا من المشرکین، حنیف همینه که مشرک نباشد. بله. و حاجه قومه، بعد از اینکه ابراهیم توحید را بیان کرد، ابتدا به سوی قوم و به سوی استدلالات قوم رفت تا قوم را متوجه کند. وقتی که قوم متوجه شد، توحید را آشکارا بیان کرد. الان قوم با او بحث کرد. و حاجه قومه، جدل کرد، محاجه کرد، بحث کرد با او. ابراهیم گفت قال اتحاجونی فی الله وقد هدان، آیا شما با من بحث میکنید درباره توحید خدا در حالی که خدا منو هدایت کرده؟ چقدر ناانصافی هست که شما از خدا نمی ترسید. چطور من بترسم از خدایان باطل شما، اونایی که هیچ قدرتی ندارند، اونایی که پوشالی اند، اونایی که هیچی در اختیارشون نیست، من از اونا بترسم؟ شما از اون خدایی که تمام قدرت را دارن نمی ترسید؟ لذا ابراهیم میگه ولا اخاف ما تشركون به، من نمی ترسم از آن معبودانی که شما شریک خدا قرار میدهید، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر رب من چیزی بخواهد. بیان قدرت رب است، یعنی اگر رب بخواد به من ضرر برسانه، ضرر میرسانه، اونا نمیتونند. وسع ربی کل شیء علما، رب من هر چیز را از نظر علمی احاطه کرده، در بر گرفته. افلا تتذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ پند حاصل نمی کنید؟ و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم، چگونه من بترسم از آن معبودانی که شما شریک قرار دادید آنان را، در حالی که ولا تخافون، شما نمی ترسید، انکم اشرکتم بالله، این که شما شریک قرار دادید به خدا، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، آن معبودان، آن خدایانی که لم ينزل، نازل نشده بر شما هیچ دلیلی، یعنی برای معبودیت اونها شما هیچ دلیل عقلی و نقلی ندارید.
شما اونها را معبود خود قرار دادید، شما از خدا نمی ترسید در این رابطه؟ فأی الفریقین احق بالامن، از من و شما، از ما موحدین و شما مشرکین، کدوم گروه سزاوارتر است به امنیت که هیچ آسیبی به او نرسد؟ اگر شما میدانید. الذین آمنوا، خداوند میفرماید امنیت برای چه کسی است؟ بعضی گفتن این ادخال الهی هست. این چیه؟ ادخال الهی. ادخال الهی به این معنی که ابراهیم علیه السلام فرمود از این دو گروه کدام گروه بر امن هست؟ حال خدای عزوجل بیان می فرماید که اونی که مشرک است او امنیت ندارد، اونی که موحد است امنیت دارد. یا اینکه این هم ادامه کلام و سخن ابراهیم علیه السلام است. الله می فرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، آنانی که ایمان آوردند و خلط نکردند ایمانشان را با ظلم. به ظلم یعنی با شرک. ان الشرک لظلم عظیم. از همین آیه صحابه پریشان شدن، گفته یا رسول الله اینا لم یظلم، کی هست که ظلم نکرده؟ بعد رسول الله فرمود این ظلم شرک است که در کلام لقمان هست، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پس ایمانشان را با شرک خلط نکردند، قاطی نکردند. اولئک لهم الامن، امن برای اینها هست. و هم مهتدون، و اینها هدایت یافته هستند. در دنیا اینا اهل هدایتند، در آخرت که اهل جنت میشند. پس امنیت برای کسی است که شرک نکند. و تلک حجتنا، ببین اینا دلائل بودند. الله می فرماید این دلائل را ما به ابراهیم دادیم. و تلک حجتنا اشاره به دلائل توحیدیه گذشته است. الله می فرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این حجت ماست، دلائل ماست که ما دادیم به ابراهیم بر قومش. نرفع درجات من نشاء، ما بلند میکنیم درجات کسی را که بخواهیم، هم علما هم عملا درجه ما میدیم. ان ربک حکیم علیم، بدون شک پروردگار تو در همه کارهایش حکمت است و داننده همه چیز است. و وهبنا له اسحاق و یعقوب. الان ببینید خداوند چه نعمتهایی به ابراهیم داد. بالاترین نعمت فرزند صالح است، اونم فرزندی که اینها پیغمبر بودند. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، الله می فرماید ما به او بخشیدیم اسحاق و یعقوب را. کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل. ببینید اینجا چند تا پیغمبر را یک جا با هم ذکر کرده. مفسرین بالخصوص شیخ ما رحمه الله می فرمود که این پیغمبران با هم دیگه تناسب دارن، کیف متفق نیست. این سه چهار تا پیغمبر با هم تناسب دارن، سه چهار تا بعدی با هم تناسب دارن، سه چهار تا بعدی با هم تناسب دارن. اینا تناسبشون چیه؟ اینجا یکی ابراهیم ذکر شده، یکی اسحاق، یکی یعقوب، یکی نوح. اینا همه اصول انبیا هستند. بقیه همه انبیا از اولاد اینها هستند. پس اینها اصول الانبیا، ابو الانبیا، آباء الانبیا هستند. الله می فرماید کلا هدینا من و نوحا هدینا من قبل، هر یک از اینها را ما هدایت کردیم و نوح را قبل از اینها. پس این چهار تا اصول انبیا. چهار تا دیگه ذکر میشه. و من ذریته، چهار تا دیگه نه، 6 تا دیگه. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. از اولاد او هست
داود از اولاد کی؟ از اولاد نوح، چون اینا اولاد ابراهیم هستند اما بعضی ها اولاد ابراهیم نیستند. مثلا لوط برادرزادهش هست، خب میشه بگیم که برادرزاده هم فرزند از اولاد ابراهیمه، اما یونس نیست، از اولاد نیست، اما از اولاد نوح هست. به این خاطر و من ذریته مرجع ضمیر نوح قرار دادن. اما اینجا 6 تا پیغمبر ذکر شده، هر دوتا با هم. خصوصیت داود و سلیمان چی بود؟ این هر دو پادشاه بودند. خصوصیت ایوب و یوسف چیه؟ این هر دو پیغمبر وجه مشترکشون اینه که خیلی مصیبت دیدن در دنیا، خیلی روزهای سخت دیدن. خصوصیت موسی و هارون خود مشخصه، برادر هم بودن، صاحب معجزات بزرگ بودن. لذا الله می فرماید و من ذریته، از اولاد نوح هست داوود و سلیمان، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف، ایوب و یوسف علیهم السلام و موسی و هارون، و همچنین موسی و هارون که صاحب معجزات بزرگ بودند. و کذالک نجزی المحسنین، الله می فرماید این گونه ما پاداش می دهیم مخلصین را. اینا همه مخلصینند، انبیاء خدا همه مخلصین. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. این 4 پیغمبر را ذکر کرده. این 4 تا خصوصیتی دارن که قرآن خودش گفته کل من الصالحین. این هر 4 پیغمبر وجه اشتراکشون عبادت است. اینها در عابد بودن خیلی معروفند. این 4 تا در چی معروفند؟ عابد بودن. لذا الله می فرماید زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، هر یک از اینها از صالحین بود. 4 تا دیگه، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا. اسماعیل که جد رسول الله است. حضرت یسع، درباره یسع بقیه انبیا را شما در قرآن خواندید، معروف تر هستند، اما یسع، حضرت یسع میگویند از اولاد افرایم بن یوسف بن یعقوب علیه السلام بود. بعد از 3 پشت به افرایم میرسد و بعد از 4 پشت به یوسف میرسد. اما ایشون در زمان الیاس پیغمبر بود و ایشون جانشین حضرت الیاس شد. والله اعلم، اطلاعات زیادی درباره یسع نیست، همین قدر. اما خصوصیت و ویژگی این 4 پیغمبر چیه؟ این هر 4 تا دینشون دارای شهرت زیاد نیست، معروف نیستند. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا. اسماعیل و یسع و یونس و لوط پیغمبر. و کلا فضلنا علی العالمین، هر یک از آنها را ما فضیلت دادیم بر عالمیان. بنسبت بالنبوة، به وسیله نبوت اینها بر جهانیان فضیلت دارند. خب اینها پیغمبران، 17 تا پیغمبر اینجا ذکر شدند بعد از ابراهیم. الله می فرماید و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم واجتبیناهم و هدیناهم. همچنین از پدرانشان، از اولادشان، از برادرانشان. واجتبیناهم، ما برگزیدیم، یعنی به عنوان پیغمبر. غیر از این پیغمبران دیگه پیغمبرانی هم هستن که اینجا در قرآن تعریف نشدن، حتی نامشان هم ذکر نشده. و هدیناهم الی صراط مستقیم، آنها را به صراط مستقیم راهنمایی کردیم و برای ملت هدایت و داعی قرار دادیم. ذالک هدی الله، ببین هدایت اینه، یعنی بر روش انبیا بودن، بر روش پیغمبران بودن. ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده، الله به وسیله این هدایت می کند کسی را که بخواد از بندگانش. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون.
اینجا خدای عزوجل میفرماید اگر بازم اینا شرک کنند تمام اعمالشون برباد میشه. باید بر مسلک انبیا باشند. حال انبیا صداقت پیغمبران، اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة، این پیامبرانی هستند که ما به اونها کتاب دادیم. الف لام کتاب جنس است، من جنس کتب مراد است. و به آنها حکم دادیم، به آنها نبوت دادیم. حکم یا فهم کتاب یا حکومت بعضی ها. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، حال خدای عزوجل روی سخن به سوی اهل مکه قرار میدهد. این پیامبران کسانی هستند که ما به اونها کتاب و حکم و نبوت دادیم، اما الان اهل مکه فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، به این پیامبران، به این آیات، به این نبوت ها اگر کفر بکنند اهل مکه، فقد وکلنا بها قوما، ما الله تعالی می فرماید که این کار را می سپاریم به قومی که لیسو بها بکافرین، اونها نسبت به این انبیا، نسبت به آیات، نسبت به نبوت انکار نکنند. این قوم چی هست؟ ببین اهل مکه استقبال نکرد. سوره مکی هست. منظور اونطوری که علامه آلوسی در روح المانی گفته، منظور صحابه پیامبر، مهاجرین و انصار مدینه هستند. یعنی شما قریشی ها، ابو جهل و ابو لهب، عتبه و شیبه اگر انکار میکند، ما یک قوم دیگه در نظر گرفتیم که اونها کفر نمی کنند، اونها تسلیم میشن. قال ابن عباس و مجاهد هم الانصار، این قوم دیگه کی هست؟ انصاری ها و اهل مدینه هستند. هم الانصار و اهل المدینه. و قیل اصحاب النبی مطلقا، بعضی گفتن مطلقا اصحاب رسول الله مراد هستند. اولئک الذین هدی الله، این پیامبران کسانی هستند که خدا اونها را هدایت کرده. هدی الله اصلش هست هداهم الله، هم اینجا مقدر است، اینا را خدا هدایت کرده. فبهداه مقتده، به هدایت اونها اقتدا کن ای پیغمبر. هدایت این پیامبران چی است؟ چند چیز هستند. یک، شرک محبط للعمل كالردة والعیاذ بالله، شرک عمل را از بین میبرد. دو، فضل الكتاب الكریم و سنت النبویه. ها ببخشید، اینها از همه اینها، از این آیات اون چی که برداشت هست اینه که اولا الله تعالی فرمود لحبط عنهم ما كانوا يعملون. از این آیات اون چیزی که ما استنباط میکنیم، هدایت آیات و استنباطات آیات را برشمرده است حضرت عبدالله بن عباس. لذا اولین چیز چیه که شرک انسان، اعمال انسان را از بین میبرد، حبط میکند. لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دوم اینه که خداوند فضل کتاب الله، قرآن مجید و سنت نبوی را ذکر فرمود. آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة. سوم این که بر رسول الله اقتدا واجب است، از این آیه معلوم میشه. و چهارم این که اجرت گرفتن بر تبلیغ درست نیست. پیغمبر را الله تعالی می فرماید که شما اجر نمیگیرید، شما پاداش نمیگیرید. قل لا اسألكم علیه اجرا. و پنجم این که این هو الا ذکر للعالمین، قرآن پند هست، تذکر هست. قرآن بهترین پند دهنده هست. لذا الله می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا، اعلام بکن من بر این تبلیغ هیچ اجری از شما نمیگیرم. این هو الا ذکر للعالمین، این نیست مگر پندی برای همه عالمیان قرآن. اما زجر بر مشرکین، که مشرکین بجای
قبول کردن نه حق خدا را میشناسن نه حق رسول الله را، حتی احترام هم نمیگذارن به خدا. و ما قدر الله حق قدره، آنان خدا را ندانستند، حق خدا را ندانستند، حق قدر. ابن عباس گفته ما عظم الله حق تعظیمه، حق عظمته، اونها حق عظمت خدا را ندانستند. چرا؟ چون که می گفتن که خداوند بر هیچ پیغمبری، بر هیچ بشری وحی نیاورده. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیء، زمانی که گفتند آنها خداوند نازل نکرده بر هیچ بشری هیچ چیزی. ببینید در ادامه هست خدا می فرماید که خداوند به موسی تورات داد که شما تورات را ورق ورق کردید، به بعضی ورقها عمل کردید، بعضی را انداختید، یعنی بعضی آیاتش را عمل میکنید، بعضی آیاتش را عمل نمی کنید. بنابراین بعضی گفتند که این زجر و توبیخ بر یهود است، چون این کار را کی میکردند؟ یهود بودند که تورات را تکه تکه میکردند، به بخشی از تورات که با اونها مشکل نداشتند عمل میکردند، به بخش دیگر از تورات عمل نمی کردند. لذا الله می فرماید اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیء، اینها حق خدا را ندانستند که گفتند خداوند بر بشر هیچی نازل نکرده. ای پیامبر در جواب بگو قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی، بگو چه کسی هست که کتاب را نازل کرد، اون کتابی که موسی آورد یعنی تورات، اون کتابی که نورا و هدی للناس، آن کتابی که نور بود، نور هدایت و هدایت برای مردم، ای هادیا الی الحق، مردم را به سوی حق راهنمایی می کرد. اما شما چی کار کردید؟ به خاطر اغراض نفسانی تجعلونه قراطیس، شما اون را ورق ورق کردید، برگ برگ کردید. به چه معنا؟ به این معنا که بعضی از تورات را عمل کردید، بعضی را عمل نکردید. تبدونها و تخفون کثیرا، اونی که عمل کردی ظاهر کردی، مثلا درباره صدقه هست عمل میکنه، اونی که درباره توحید عمل نمیکنه، اونی که در مورد پیامبر اسلام اون عمل نمی کند. و تخفون کثیرا، بسیاری را شما مخفی کردید. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، و شما تعلیم داده شدید آن چیزی که نمیدانستید، نه شما و نه پدران شما. یعنی در اون کتاب خداوند عزوجل مطالبی برای شما بیان کرده که شما از قبل نمیدانستید. خب ببینید سوال بود قل من انزل الکتاب، اون کتاب را کی نازل کرد؟ اینجا جوابش هست قل الله، ای انزله الله. کی نازل کرد؟ الله نازل کرد. ثم ذرهم فی خوضهم، این جواب را بده، سپس ای پیامبر آنان را بگذار در بازی و بازیچه خودشان، یلعبون، مشغول باشند، غافل بمانند. یعنی اونها شب و روز در لهو و لعب غافل بودند، بذار غافل بمانند. و هذا کتاب، اکنون درباره قرآن الله می فرماید و هذا کتاب انزلناه مبارک، این قرآن کتابی هست که ما نازل کردیم، کتاب مبارکی هست. مصدق الذی بین یدی، تصدیق می کند این کتاب آن کتاب هایی را که جلوتر از اینها هستند. قرآن را چرا خدا نازل کرده؟ ولتنذر ام القرى و من حولها، تاکہ به وسیله این بترسانی ام القرى یعنی اهل مکه و اطراف مکه، والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به، الله می فرماید آنانی که به آخرت ایمان دارند اونها هم به قرآن ایمان دارند. و هم علی صلاتهم یحافظون، ویژگی دیگری آنها این است که آنها به این بر نمازشان محافظت میکنند، مداومت میکنند. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا،
این بازم زجر است بر مشرکین که بر خدا افترا میگفتند، میگفتند خدا چنین چیزی نازل نکرده. یا همچنین زجر است برای مدعیان نبوت، کسانی که ادعای پیغمبری کردند در اون زمان یا در زمانهای بعدی، مثل مسیلمه کذاب. الله می فرماید و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله افتراء دروغ. او قال اوحی الی، یا اینکه اون انسان میگوید به سوی من وحی شده، در حالی که ولم یوحى الیه شیء، هیچ وحی به سوی او نشده. و همچنین چه انسانی از اون انسان بدبختر، و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، اون انسانی که میگوید ان قریب من نازل میکنم مثل آنچه که خدا نازل کرده. منظور از این نضر ابن حارث بود. نضر ابن حارث یکی از سرداران کفر و از دشمنان خطرناک رسول الله بود. هر جا به مردم میگفت ایمان نیاورید و بعد گفت من میتونم مثل این قرآن بیارم برای شما میارم. همون بود که گفت برای شما میارم، تا امروز خبری نشد. الله عزوجل تخویف اخروی بیان میکند برای این انسانها، اینهایی که ادعای نبوت دروغین میکنند، اینهایی که ادعا میکنند که ما قرآن میاریم، اینهایی که به قرآن رسول الله ایمان نیاوردند. الله می فرماید ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، اگر ببینی زمانی که ظالمان یعنی مشرکان کافران در سختی موت هستند، ببینی اون صحنه عجیبی هست. والملائکه باسطوا ایدیهم، در حالی که ملائکه دستهای خودشان را بلند کردند، دراز کردند به سوی اونها. ملائکه به اونها چی میگن؟ اخرجوا انفسکم، تحویل بدید، بیرون کنید نفستان را، یعنی روحتان را در بیارید. ملائکه با خشونت با تندروی روحشون را میگیرند. الیوم تجزون عذاب الهون، الله می فرماید امروز پاداش داده می شوید عذاب ذلت بار. چرا؟ بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، بسبب آنکه شما می گفتید بر خداوند غیر حق را. و کنتم عن آیاته تستکبرون، این دلیل عذاب است. چون که دلیل اول بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، بر خدا افترا می گفتید، غیر حق می گفتید. و دلیل دوم این که از آیات خدا تکبر می کردید. لذا عذاب بچشید. ملائکه به اونها میگن بریم به طرف عذاب، روحشان را قبض میکنند، میبرند اونها را در عالم برزخ میبرند. بعدا روز قیامت پیش خدا می آیند. الله می فرماید ولقد جئتمونا فرادا کما خولناکم اول مره، شما پیش ما فرادا می آیید، یعنی تک تنها، همان گونه که روز اول شما را پیدا کردم. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، و می گذارید هرچی ما به شما دادیم پشت سر در دنیا. باغتون میمانه، مغازهتون میمانه، کاختون میمانه، هرچی که ما به شما دادیم پشت سر میگذارید. لشکرتون، خدمتون، حشمتون همه میمانند تک و تنها. حتی بعضی گفتن فرادا یعنی عریان، لخت، بدون لباس می آیم پیش خدای عزوجل. از رسول الله پرسیدن یا رسول الله اون وقت که همه بی لباس باشند، عایشه رضی الله عنها پرسید خدای عزوجل که اینها را بی ستر بکند، بی لباس بکند، در میان اینها مرد هست، زن هست، عورت همدیگر را نمی بینند، بدن همدیگر را نمی بینند. رسول الله فرمود چنان وحشتی اونجا غالب است که همه چشمها خیره به آسمان است، هیچ کس از اطراف خودش خبر نداره، چه برسد به اطراف خودش نگاه کند. الله می فرماید اونجا شما می آیید و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، آنچه که ما به شما دادیم شما آن را می گذارید پشت سر. و ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء،
نمی بینیم با شما شفیعان و سفارشان که شما گفتی سفارش ما میکنند، آنانی که میپنداشتید که آنان فیکم شرکا، فیکم یعنی فی عبادتکم، در عبادت شما شریکند، باید اونها را هم عبادت کنید. الله می فرماید لقد تقطع بینکم، امروز بین شما قطع رابطه میشه، همه روابط چی میشه؟ قطع میشه. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، و گم میشود اون چیزی که شما فکر میکردید. چی فکر میکردن؟ که خدایان روز قیامت شفاعت ما میکنه اگر قیامتی باشد. لذا الله میفرماید اون فکر شما باطل میشه. ضل عنکم، اون باطل میشه، گم میشه. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل